اولان طبق عادت دست و رویش را در نزد رخت خوابش میشوید. به دستان او دوستانش آب میریزند زیرا مستقلانه راه رفتن نمیتواند. چند سال پیش اولان به صدمه دچار گشت و با همین به عربچه معیوبی یار شد. بعد از جدا شدن پدر و مادر او روز خود را در منزل‌های اجاره می‌گذراند. Hazır bari жақсы, eng o'g'rilar ortda qoldi. Buyursa hazır do'st bolalarмен yashayman. حالا زندگی من خوب است. همه مشکلات پس سر شد. با دوستانم تشکر میگویم. Buga негизи do'st bolalar buga чейин аябай көп кыйынчылыктар болду. Албетте көптөгөн адамдар мага жардам берди. طولی 1.5 سال باز اولان همراه دو دوستش مقصد و قربان زندگی دارد. آنها خانه ای را در آشیانه یکم به اجاره گرفتند تا برای رفیقشان آسان تر شود. هر سه دوستان در یک جا کار میکنند. Ulan gelbey qaldı. 10 gündən keyin geldi. Barıp او 10 روز به کار نآمد. ما خواطر شدیم. وقتی به نزدش رفتیم دیدیم که در شرایط خیلی بد زندگی دارد. من به او پیشنهاد کردم که یک جای زندگی کنیم. ساعتهای کاریمان یک است. می توانم تا به کارگاه رسیدن و به خانه آمدنش او راضی شد. تا به کارگاه دوستان با ماشین اولان می روند. اولان توسط دستگاه مخصوص با دستانش ماشین را می راند. او عصا بغل را استفاده نمی برد و نشستن در عربچه معیوبی نیز برایش چندان پیسند نیست. اطرافیان دائم به من با تعجب نگاه میکنند. در چنین حالت من ناهنجار میشوم. به خصوص وقتی با عربچه حرکت میکنم. ولی من به تدریج عادت میکنم. اولان استاد تلفن های موبیلی است. در اینجا همه او را میشناسند. صاحب مغازه از او اجاره پولی طلب نمی کند. دوستانش نیز در پهلویش هستند. آنها به سودای تلفن های موبیلی مشغولند. همزمان برای اولان مشتری می آورند. بعد از کار دوستان به باغ می روند. مقصد و قربان اولان را مشغول می دارند تا او روح افتاده و ناراحت نشود.